آقای دکتر ویسی، چقدر اتمی شدن به درد کشور ما میخوره؟ اساسا چقدر به درد خورده در این 20 سالی که ازش استفاده کردیم؟ بالاخره شما خوب عدد و رقم دستت دارید. در خدمتیم. با نام و یاد خدا و درود بر دوستان. این دوستان، مسئله اتمی شدن در واقع دو تا جنبه داره. یه جنبه اقتصادیشه، یه جنبه نظامیشه. اما اصولا در دنیای امروزه استفاده از انرژی هسته‌ای خب برای تأمین برق معمولا در واقع داره خیلی به کار برده میشه. خود آمریکا الان نزدیک به 100 نیروگاه هسته‌ای داره، یا مثلا کشورهای اروپایی برخیشون تا 75% برق مصرفیشون رو از طریق انرژی اتمی به دست میارن. و این از نظر این که ما به هر حال در تامین انرژی الکتریسیته خودمون داره مشکل هستیم، اگر در واقع از نیروگاه‌های اتمی پیشرفته با توان بازدهی بالا بتونیم در واقع استفاده کنیم، میتونیم در زمینه تامین انرژی خب ازش استفاده کنیم. و اینکه این انرژی اتمی هم یک انرژی در واقع پایان ناپذیری هستش. این نیست که ما فردا بگیم دیگه تموم میشه، مثل نفت یا مثل گاز یا هر چیز دیگه و دیگه دستمون بهش نمیرسه. از سوی دیگه انرژی هستی علاوه بر در واقع بهره برداری که در زمینه‌های الکتریسیته، یعنی اون صنعت هستی، علاوه بر بهره برداری که در زمینه‌های انرژی ازش میشه، میشه در زمینه تولید رادیوداروها، تولید به قول معروف سردخانه‌های هسته‌ای برای نگهداری بیشتر میوه‌ها و مواد غذایی و امثال هم استفاده بشه، که در دوره بسیار طولانی شما میتونید مواد غذایی رو در واقع نگهداری کنید، میتونید غلات رو نگهداری کنید و همانندان اینها. و از طرف دیگه اگه شما بتونید مثلا انرژی هسته‌ای رو توسعه بدید طوری که بتونید از پیامدهای اون، مثلا شما از شکاف هسته‌ای معمولا در کره زمین استفاده میشه و توانایی کنترل فیزیون رو ندارن، فقط روی فیزیون در واقع مانور میدن. بنابراین اگه بتونن اون قضیه فیزیونش هم حل کنن، میتونن از مسئله اون انرژی زایی که در ستاره ها هم صورت میگیره بهره برداری کنن در تولید انرژی های پاک. ولی الان در جهان امروزه بیشتر اون چیزی که کشورها دارن بهش میپردازن مسئله نظامیش هستش. یعنی در مسئله نظامی برای ایجاد بازدارندگی در مقابل دشمن بالقوه یا بالفعل میان و از سیاست دستیابی به تسلیحات هسته‌ای استفاده میکنن و عموما بر اساس تئوری‌های رئالیسم بین‌الملل در واقع اینجا ورود به رئالیسم تهاجمی و مؤلفه سازی قدرت نه، بلکه مؤلفه سازی بر مبنای هژمون در واقع به اون گرایش پیدا میکنه، کشوری که میخواد به این سمت بره. و این در واقع برای کشورهایی هستش که هم رقبا و دشمنان سرسختی رو در مقابل خودشون میبینن و هم این که میخوان از نظر باززایی و قدرت در خودشون پیشبرد اهداف خودشون رو با سرعت بیشتری تسریع ببخشن. اینه که روی میارن به مؤلفه سازی از نوع هژمون. اما مؤلفه سازی از نوع هژمون در واقع تنها به انرژی هستی یا تسلیحات هسته‌ای بسنده نمیشه. یعنی شما در صورتی میتونید در یک راهبرد هژمونی پیروز و موفق باشید که هم اقتصاد برتر داشته باشید، هم نیروی نظامی برتر و افزون بر اینها فاکتور تسلیحات هسته‌ای را بهش اضافه کنید. وگرنه خود تسلیحات هسته‌ای به تنهایی بدون این دو فاکتور نمیتونه قدرت آنچنانی داشته باشه، اگرچه میتونه بازدارنده باشه. شما در قضیه به قول معروف خلع سلاح اوکراین در 1994 اگه اشتباه نکنم بود، اونجا پروفسور مرشایمر که در واقع استاد روابط بین استاد سیاستگذاری در بخش بین الملل هستش، در زمینه رئالیسم تهاجمی به شدت با خلع سلاح اوکراین مخالفت کرد
و در واقع عنوان کرد که اگر اوکراین خلع سلاح بشه احتمال اینکه روسیه بهش حمله بکنه بسیار زیاد و این به درازا کشید تا سال 2015 با توجه به تنش‌هایی که بین غرب و روسیه شکل گرفت. در اون سال 2015 خود پروفسور مرشایمر پیش بینی کردند که قطعاً اوکراین مورد یورش روسیه قرار خواهد گرفت و پس از این پیش بینی دیدیم که در واقع اوکراین مورد یورش قرار گرفت، چرا که به هر حال بازدارندگی خودش رو داره تسلیحات هسته‌ای. اما وقتی که شما روی میارید به مؤلفه سازی از نوع هژمون و بعد گرایش به سمت تسلیحات هسته‌ای، باید این هم داشته باشید که شما از نظر علم تئوری بازی ها وارد بازی بحرانسازی سودگرا میشید. در این بازی بحرانسازی سودگرا یا تو و طرف مقابلت کلن از بین میرید یا اینکه در واقع طرف مقابل واقعا دیگه همه چیز رو ببازه و تسلیم بشه که در مقابل کشورهای سرسختی مثل اسرائیل، آمریکا، امثال هم که دارای تسلیحات پیشرفته تر تعداد شمار بیشتری هستند تا حدود زیادی میشه گفت مگر اینکه خودت رو به حد اونها برسونی. یعنی اگر پا در این راه بگذاریم باید تمام و کمال در این راه گام برداریم. کجدار و مریض در واقع پاسخگو نخواهد بود. از سوی دیگه ناامنی منطقه خاورمیانه و هسته‌ای بودن این منطقه در واقع برای حفظ بقای وجودی ایران به گمانم بایسته می نماید که ایران به این سمت حرکت کنه، چرا که شما مثلا پاکستان رو در کنار دستتون می بینید که هسته‌ایه، اونورتر هندوستان هسته‌ایه، قزاقستان 1500 تا از تسلیحات هسته‌ای موشک‌های هسته‌ای خودش رو هنوز تحویل نداده. یعنی عنوان کرده که تحویل دادم، اما خود آمریکایی‌ها عنوان کردن نه تحویل نداده. خود روسیه هسته‌ای هستش. ترکیه کنار دست ما 50 تا کلاهک هسته‌ای در پایگاه اینجرلیک داره که گفته به آمریکایی‌ها هم تحویلش نمیدم. اسرائیل اونورتر 300 تا کلاهک هسته‌ای داره و عربستان هم گام در راه هسته‌ای شدن گذاشته. خب این نشون میده منطقه در واقع درگیر تسلیحات هسته‌ای شده و اگر ایران بخواد از این قافله خودش رو پاش رو پس بکشه برای بقای وجودی ایران خطرناک خواهد بود. شما میبینید که ما به راحتی ISIS نیروی اطلاعاتی پاکستان در اون سالی که طالبان، یعنی قبل از این دوره اول که طالبان حاکم بر افغانستان بود، با تجهیز سپاه صحابه اونا رو فرستادن، کنسولگری ما رو اشغال کردن در مزار شریف و تمام دیپلمات‌های ما رو کشتن و ما به لحاظ اینکه یک موقعی با پاکستان سرشاخ نشیم به خاطر اینکه تسلیحات هستی و امثال هم داشت، این رو به گردن طالبان انداختیم، در حالی که اون قتل عام در واقع دیپلمات‌های ما هیچ ربطی به طالبان نداشت و عملاً از سوی نیروی اطلاعات امنیت پاکستان در واقع صورت گرفت. و یا در مواقع دیگه همین الان مثلا زورگویایی که روسیه داره میکنه در بخش‌هایی در قفقاز که ایران میخواد ورود کنه، عنوان میکنن که اصلا قفقاز به شما ربطی نداره، در حالی که قفقاز در آینده نشندان دور شاید 200 سال پیش بخشی از سرزمین ما بوده و الان هم به هر حال قطع شدن مرزهای زمینی با قفقاز موقعیت استراتژیک ایران رو 100% به خطر میندازه. خب این روسیه در واقع به پشتیبانی تسلیحات هستی و امثال همش داره همچین زورگویی‌هایی میکنه. یا مثلا اگر ترکیه میاد از رجزخوانی‌های باکو بر علیه ایران پشتیبانی میکنه به واسطه اینکه هم عضو ناتو هم این که تسلیحات هسته‌ای در اونجا داره و اینها نشون میده که به هر حال منطقه در واقع به صورتی درگیر این التهاب شده که ایران هم به ناچار مجبور به این سو حرکت بکنه. البته این برداشت من هستش، ممکن هم هست که برخی دیگه برداشتشان طور دیگه ای باشه. حالا برخی از دوستان میان عنوان میکنن که اگر ما به قول معروف به این سمت حرکت کنیم، ما الان در ذیل فصل 7 سازمان ملل متحد هستیم. ما در ذیل فصل 7 سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه 1929 زیر بند 41 فصل 7 هستیم، یعنی زیر بند 42 به بعد نیستیم که مورد هجوم نظامی قرار بگیریم.
و در واقع این که بیان مثلا بگن که ما زیر فصل 7 هستیم هر آن ممکنه مورد یورش قرار بگیریم، همچین چیزی فعلا نیست لااقل. به هر حال باید اگر میخوایم تو این راه گام برداریم حساب شده گام برداریم، طوری باشه که در واقع بتونیم از این ورودی که کردیم دستاوردی به دست بیاریم و خودمون رو دچار یک باخت دو سره نکنیم. از یک بر بیایم سرمایه گذاری بکنیم، سرمایه ها رو ما به قول معروف به کار بگیریم، از اون ور فشار بر ما بیارن، مثلا ریختن بتون در اون چیز نیروگاه آب سنگین عراق، همه سرمایه گذاری های ما به هدر بره. این یک کار حساب شده میخواد، یک بررسی حساب شده میخواد و یک در واقع زمینه سازی و بسترسازی فزاینده، چه از نظر اقتصادی چه از نظر نظامی میخواد که بتونه پشتیبان یک همچین تصمیمی باشه. سپاسگزارم.